صبح خیر مردم شریفی دادیکسون نامی منایو سلام علیکم خوینو یکم برای کی من شما را سلام دادیسم برای کی من نمیبخشم اکستریمیزم تروریسم من نمیبخشم ایلان پدرم باشم ایلان فرزندم باشم просто айб است عصری 21 که اوزیزیانی ما گفته است اکستریمیزم تروریسم شو گوش کنید من چی میگم من یک 8 ماه پیش اقبالا هر روز میگفتم اقبال برای پارچه زمینی که گفته است این خطویده فروختم بیا گپ زنیم اوجا دیگه گپای شما خوینا ایمنا گروپا بسیار اکستریمیستا و نظریه تروریستی запрещено در رفیع در جمهوری تاجیکستان کم تا как فکر کنید کبیری نموجا با نمو وقت کبیری подпис موندگی است یک اقبال برامد یک رمی خودش یک ژورنالیست همون گفت باور کنید بهش خوی خواستم من باری داشتم که اقبال میدونم یکی نه ژورنالیست همون میگه اینا باور کنید Muhyiddin Kabiri بیارو پارو گپ زنیم Muhyiddin Kabiri بیا ببریم افی کایی که تو وقت بیاوی من شهروند هستم Muhyiddin Kabiri خودت میگوی که هر یک پلیتیک هر یک دیپوتات گوبرناتور هر یک رئیس شهر نایب باید مردم سورت خطی تقسیم نکنه یا که من دروغ میگم من هیچ وقت دروغ نگفتم چی با نمیبوله قطعی من گپ زنی برای که با گفته خودت کی گفت مرا با گفته سلیمان با یک گروپ بسیاری دیگهش باور میکنی کبیری گفته که او رو پراسماتروش کمه ایزونا میکشی با تو میگویی که من دیگه مدام بدم تای اخرون داجی اخرون آدم نبودی ما تو آدم حساب نمیکنی تو وطن فروش هستی کبیری شما فکر کنه گپ زنید وقتی که میبرین میگین که مردم سرقت حساب کیسن آخه من برو آمدم یک مهاجر بچه یا آدم که زربلا داشتنگی هستم آخه برو آمدم گفتیستم اقبال کبیری سلیمان چی داره سینک آخه میبرین قطعی من همی فیروی مدام میبرین آخه هم گروپ بسیار اکستریمیستا میبرین زمین فروختم سراز هم یک سوال میکنم میگم که چند سال فروختم زمین فروختم تمام چند سال فروختم من قطعی چی گپ زنم کبیری تو میدونی خودت بیا هرو پارو بیا همی سوال اما توچکش بمونی مردم پستیانی ایمین همی شما تو خودت بدیو خی ما گفتیم اقبال میدونه که اقبالان یک بیسوادی دیگه کبیری من شهروند هستم شما بانا نکنید که سقفای گражданин Российской Федерации است نه من گражданин جمهوری تاجیکستان هستم من شهروند هستم من طلب دارم کبیری بیا ببریم بگو کدام روز با ما گفته سمت وقت بیا کبیری تماشا کردیسی مرا کبیری کنماکی نکه کبیری یارز ما گام میزنیم نو
بفهم که بری. تو جواب دادن نمیتونی. تو میدونی که عیسی قفایی بسیار چو میخواه دانی. تو بشنوه.